جنگل‌های زیبای حرا در جزیره قشم. برای رسیدن به جنگل‌های زیبای حرا باید خودتون رو برسونید به جزیره قشم جاده تپل سر و بعد از انتهای مسیر بلیط خودتون رو برای رفتن با قایق تهیه بکنید. جنگل‌های حرا در جزیره قشم یکی از جاذبه‌های خاص ایران و از جلوه‌های بی‌نظیر طبیعت است که برای دیدن آن باید با قایق به دل آب‌های شور خلیج فارس بزنید. این جاذبه که شهرتی جهانی دارد جزء میراث طبیعی کشور به شمار می‌رود. جذابیت جنگل حرا زمانی است که این درختان در آب فرو رفتند و با پایین آمدن سطح آب جنگلی شگفت انگیز مشابه با فیلم‌های علمی و تخیلی از آب بیرون می‌زنند. جنگل‌های حرا که در شمال غرب جزیره قشم خودنمایی می‌کنند از جنگل‌های پنجگانه استان هرمزگان و یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره ایران به شمار می‌روند. جنگل حرای قشم با وسعتی معادل 82360 هکتار در سال 1351 به عنوان منطقه حفاظت شده حرا معرفی شد. سپس در سال 1354 با افزایش وسعت آن به 85686 هکتار عنوان پارک ملی را از آن خود کرد تا اینکه این جنگل دیدنی در قشم در سال 1356 به شبکه جهانی انسان و زیست‌کره یونسکو ملحق شد. این منطقه همکنون توسط اداره کل محیط زیست استان هرمزگان محافظت می‌شود. جنگل حرا شرایط اکولوژی مناسبی دارد و از همین رو زیستگاه پرندگان مهاجر مناطق گرمسیری نظیر حواسیر بزرگ، حواسیر هندی و سایر پرندگان است. همچنین انواع گوناگون پرندگان، آبزیان و دوزیستان نظیر انواع مارماهی‌ها و ماهی‌ها و همینطور لاک پشت‌ها در این منطقه ساکن هستند. جالب است بدانی که 80% از آبزیان دریای خلیج فارس در این منطقه تخم‌ریزی می‌کنند. داستان‌های متعددی درباره درختان جنگل‌های حرا مطرح است. به عنوان مثال برخی معتقدند این درختان از اشک چشم انسان روییدند و عده‌ای می‌گویند که آنها سوغاتی از هند هستند که در نزدیکی بندر لاف کاشته شدند. حرا به درختانی با شاخ و برگ سبز روشن با ارتفاع حدود 2 تا 6 متر گفته می‌شود که آبشورزی هستند. درختان جنگل حرا قدمت زیادی دارند و در همه فصول سال سبز هستند و به همین دلیل به نام جنگل همیشه بهار نیز شناخته می‌شوند. درخت حرا نقش مهمی در تأمین غذای دام، تولید زغال، تولید چوب، تهیه خمیر کاغذ و غیره دارد. مضاف بر اینکه شیره درون آبندهای این درخت برای درمان بیماری‌های پوستی رایج در هرمزگان مفید است. امیدوارم به این جاذبه گردشگری زیبا سفر کنین و از دیدن اون لذت ببرید. چنل یوتیوب ما سابسکرایب داشته باشین تا ما بتونیم ایران اونجوری که لایقش هست به همه معرفی کنیم.